چمن توی دختری نگاری جان نگاری هار لخمان جان لوگری جان مفکسیان جان جمال تازه دارد عجب شیر بچه های کاکا دارد عجب شیر بچه های کاکا دارد یک سلام به همه شما. اوکی. سلام های گرم و ملایم و بسیار صمیمانه این جانب محمود کامن پذیرا شوین. امیدوار هستم سعادت امنشین شما راحت هم تامین شما باشه. با تمام خوشی ها خوشبختی ها سرور شادمانی با همچنین فستیوال ها همیشه پیوند باشین. بسیار خوشحال هستیم که شما را دیگه داریم. در قسمت درم و جاز نجیب جان عبادی به افتخار نجیب جان و در قسمت دول و طبله سلیمان جان عمر به افتخار چک 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 گرم. ای نام خدا. ای شما و ای اشمت جان آهنگ نخستان اشمت جان کدام آهنگ است؟ آهنگ تازه به نام مقبولک خوشندام در می تازگی ها خواندیم. آهنگ مقبولک خوشندام بسیار صدق میکنه به محفل امروزی ما شما. با افتخار اشمت جان کف ای شما و ای اشمت جان ایسامن. سلام خدمت همگی، امیدوارم جور سلامت باشین. تشکر میکنم از دستان کارهای برنامه امروز. چچک نام خدا سحنه جور کنید. با پشت پاسداری مرباری توی ماهی یگانه و پیش مادر باز زاری مرباری مرا کردی دیوانه میگم مرا قبول کو به دامادی مرباری تو ابروی کمانه بیارم شب جمعه خند نامزادی مرباری دیگر نکو بهانه مرباری توی ماهی یگانه مرباری مرا کردی دیوانه مرباری دو ابروی کمانه مرباری دیگر نکو بهانه. من چرا هستی پریشان مرباری توی ماهی یگانه جگر خونی نکن خدا سیربان مرباری مرا کردی دیوانه با من گفتی پدر راضی نمیشه مرباری تو ابروی کمانه خدا جان میکنم مشکل آسان مرباری تو ابروی کمانه مرباری توی ماهی یگانه مرباری مرا کردی دیوانه مرباری تو ابروی کمانه مرباری دیگر نکو بهانه مرباری توی ماهی یگانه مرباری مرا کردی دیوانه مرباری تو ابروی کمانه مرباری دیگر نکو بهانه با قربانی اما قدیم ساید مرباری دانه دانه با قربانی اما ناز و داید مرباری دانه دانه هزاران موتنا اینو نسازم مرباری دانه دانه برابر باد چشمان زیاید مرباری دانه دانه ای دخترک بیبی بو کمرک بیبی لخشکرک بیبی جان مرگی مرا کرده دیوانه مرباری دانه دانه جان مرگی مرا کرده دیوانه مرباری دانه دانه ادو بالا بیبی ناز و دار بیبی زلف سیار بیبی ای سراچر بیبی آتش پرچر بیبی جان مرگی مرا کرده دیوانه مرباری دانه دانه جان مرگی مرا کرده دیوانه مرباری دانه دانه.
مرد بالا بلنده قربانی دانه دانه با قربانی دوگی سوی کمنده قربانی دانه دانه با نادانی کردم کبرایی بسیار قربانی دانه دانه ندانستم ز پیش میبرنده قربانی دانه دانه قد و بالا را ببین ناز و ودا را ببین زلف سیاه را ببین این سر آچه را ببین آتش پرچه را ببین جان مرگی مرا کرده دیوانه قربانی دانه دانه جان مرگی مرا کرده دیوانه قربانی دانه دانه جان مرگی مرا کرده دیوانه قربانی دانه دانه تشکر میکنم از لطف توجه همگی دوستا. هنرمندای بسیار خوب دیگه هست که انشالله خدمت خود رسیدن. سلام عزیزان، همه‌تان خوش آمدین. بگویید که خوش آمدین. امیدوار هستم همه‌تان امروز یک روز خوش را داشته باشین. بعد از 2 سال قرنطین، کرونا، مشکلات، جنجالای زندگی و امروز چقدر یک روز خوب است که همه شما عزیزان دور هم بالاخره به یک خوشی میبینم. دوستان عزیز، من یک گفته ناگفتنی بسیار دارم یار کو. گفته ناگفتنی بسیار دارم یار کو. قصه ها از گریه های زار دارم یار کو. دامن گلواژه از فصل خیال آوردم. لحظه با نقش پایش کار دارم یار کو. یار تشریف داره؟ به بسیار مقبول. دوستان عزیز اجازه بدین از نام انجمن افغانستان و آسیای میانه یاد بکنیم که در تدوین همچو برنامه‌های بسیار زیبا، دلپذیر و این هفته مهاجرین و فستیوال هایی که اینا همیشه برای انداختن تشکری بکنیم. نندای یو وایس تیوی معرفی کنین و درباره پروگرام کمک بر ما معلومات بدین. بسیار زیاد خوشحال شدیم. خب نام دکتر نورالحق نسیمی است، مؤسس انجمن افغانستان و آسیای میانه که یک نهاد خیریه است. بعد از اینکه ما به کشور بریتانیا پناهنده میشیم در سال 1999، بعد از 3 ماه فکر میکنم که در فکر از این افتیدیم که همون قسمی که ما با مشکلات ها مواجه بودیم، با چالش های گوناگون مواجه بودیم، همین رقم هزارها انسان دیگه به این جنجال ها، مشکلات ها، مصیبت ها مواجه هستند. برای چه قسم بکنیم که همین مهاجرینی که تازه به کشور بریتانیا میان یا به هر کشور دیگه که میان مثلا اینها مدغم شوند، منسجم شوند، با سیستم کشورهای میزبان خود نزدیک بسازن، آشنا بسازن. ما باز در فکر ازی شدیم که باید یک نهاد خیریه، یک سازمان خیریه، یک قانونی باید تشکیل شود که به یک آدرس مثلا مهم برای مهاجرین تبدیل شود و در ارائه خدمات بشردوستانه خود، چی از قبیل مثلا خدمات آموزشی است که ما مکتب فردوسی را داریم که به روزهای شنبه هزارها کودک از خدمات آموزشی از اون مستفید شده. مشوره های حقوقی است برای مهاجرین در بخش های پناهندگی و تن افغان هستن و دیگه مهاجرین سایر مهاجرین همه مردم. دفتر ما نخستین دفتری است شاید نه تنها در بریتانیا بلکه در تمام دنیا که هفته 7 روز باز است. راستی یعنی به نشنالیتی سومالی و ایرانی و به کلگی، یعنی هر کسی که به دروازه ما مراجعه میکنه یا به دفتر ما به سازمان ما حتما از خدمات از این انجمن مستفید میشن. خلاصه خدمات از این خیلی طولانی است. مهمترین از او اینمی خدمات آموزشی است، به ویژه کورس های انگلیسی. شما اگر متوجه شده باشین یکی از عوامل اساسی ناکامی مهاجرین ما و شما در کشورهای غربی ندانستن زبان است. شما وقتی که زبان کشور میزبان یاد نمی داشته باشین، در حقیقت شما دروازه های فرصت ها برویتان بسته می باشه. شما نمیدونین که در این کشورها چی چیزهای خوبی در حقیقت جریان داره و چه رقم از این فرصت ها مانند
سایر اقلیت ها همون قسمی که داریوش در سخنرانی خود در روی استیج بیان کردن که چرا ما مانند سایر اقلیت ها مردم ما خود توانمند بسازن، مشارکتشان در زندگی کشورهای میزبان بیشتر شود. بسیار زیاد تشکر از وقتتان. من میفهمم که باید برین، مسئول از این پروگرام هم هستین و بسیار زیاد تشکر از وقتتان. شما همچنان تشکر بسیار زیاد. شخصیت ملی که تعریفشان در استعداد من نمی گنجه، شخص دوست داشتنی، پرکار، پرتلاش، افتخار همه افغانا در لندن. خواهش بکنیم با تیم همکارشان تشریف بیارن و یک مقدار روشنی بیاندازد و خاطر این فستیوال، به خاطر بعضی گپایی که خودشان میفهمند. به افتخارشان کف بلند. این شما و این دکتر صاحب با تیم کاریشان. So I would like to thank you everyone attending this event. We are very pleased to be part of British society, and we are very lucky to be part of such a beautiful democracy such as Great Britain. As I said, that the organization launched almost 22 years ago to support integration, promote British values, and support the most vulnerable community through providing educational activities, counseling, advice on immigration, employment, housing, mentoring, volunteering placements. So there are so many activities is happening within this organization. We're based in Hounslow. You're welcome to attend some of our activities, and we will be very pleased to see you in our center in Feltham. And I wish you enjoy the important occasions such as the Refugee Week celebration. And thank you very much once again. Thank you everyone for attending this event. Thank you. Hello everyone, my name is Nick Rogers. I'm a member of the London Assembly, and it is a huge honour to be invited here today, and it's a huge honour to have been elected to serve the greatest city in the world, London. I believe that London's greatest strength is its diversity. People come from all over the world. Every single country in the world is represented in our city. Over 300 languages are spoken in London. And it's events like this, Refugee Week, put on by organisations like ACAA, that really show the evidence, show the proof that this is a welcoming city, it's a tolerant city. It's a place where people can be whoever they want to be, and they know that they're going to be accepted in London. So thank you very much for supporting this fantastic event and this fantastic organisation. Enjoy the rest of the day. Thank you. Dear friends and country folk, because you all are, Assalamu alaikum. It is a pleasure to be here today. I speak as a former Conservative MP, and I want to say from the bottom of my heart and from the British establishment, refugees are welcome here. You are all welcome here. 40 years ago, I was involved with the Vietnamese boat people coming to this country when I was a Member of Parliament. Every single group of people who've come from far afield to join our society here have enriched it with their culture, their music, their dance, their cuisine, their way of life. And you are the latest example of that enrichment of British society coming from Afghanistan. But this is a time for celebration. It is a celebration of all those characteristics that you bring to the United Kingdom. But it is also a celebration for the work of the Afghanistan and Central Asian Association, for the valuable work that they do in assisting refugees coming here. But it is also a time for reflection, to reflect on the terrible tragedy that is confronting Afghanistan today, not just politically, but in terms
of natural disaster. And our hearts and thoughts go out to all those who have been so deeply affected by these events. And I know that there is nothing that you would prefer greater than to be able to go back to a peaceful, calm and properly governed Afghanistan and to recreate a new country from the ashes of what it has been. But until that time, you are very welcome here. You are part of our society. Long may you remain so. And I congratulate and salute everything that you have brought to this country to enrich our own lives. Thank you very much. Good afternoon, ladies and gentlemen. My name is Linda Duberly and I'm the Women's Empowerment Director of the Afghanistan and Central Asian Association. Thank you very much. Thank you. I hope you all have an absolutely tremendous afternoon. Later on we'll be doing a fashion show in which our beautiful women empower the qualities of femininity, beauty and power. I hope you can stay around for that and enjoy the fashion, the fun and the whole afternoon. Thank you so much for coming. نام من داریوش نسیمی است. ما 23 سال پیش از افغانستان آمدیم به کشور بریتانیا همراه پدرم و همراه فامیلم و جایی چقدر افتخار است که بعد از 23 سال در مرکز کشور بریتانیا در پایتختش در شهر لندن ما تانستیم که چقدر یک جمع بزرگی از مردم خود امروز در اینجا بیاریم و از هفته پناهندگان جشن بگیریم و همچنین چیزی که بسیار مهم است به هر کدام ما ایسته که ما چه قسم از فرصت‌هایی که در این کشور موجود است استفاده کنیم که افغانستان بهتر بسازیم، مشکلاتش کم بکنیم، فقر گسترده را از بین ببریم و خود ما به عنوان شهروندان موفق در این کشور زندگی کنیم. انجمن افغانستان و آسیای میانه 23 سال میشه که فعالیت دارد، دروازه‌اش برای همه شما باز است و خدمات مختلف را برایتان ارائه میکنه که ما توانمند شویم، قوی شویم و مانند اقلیت‌های قومی که در این کشور صدها سال میشه زندگی کردند بتانیم که یک مدل خوب برای فامیل ها و برای اطفال خود باشیم. My name is Darius Nasimi. My family came to the UK as refugees in the back of a lorry in 1999 to escape the Taliban. I was only 6 months old and I'm so proud to be here today in West London in Gunnersbury Park to celebrate Refugee Week because I'm sure most of us here today come from a refugee background and we need to celebrate our successes. We need to empower ourselves and make sure that we become successful British citizens because Britain is the greatest nation in the world and we are so proud to be British citizens and that's why we're here today to promote integration, to contribute as much as we can to British society and also to tell people that the people of Afghanistan have suffered a lot for many, many years and we can also be proud British citizens, we can also be successful and we can also contribute to the British economy. Thank you so much everyone for coming here today. It's a real pleasure to see so many new faces and I hope you have a lovely day today. Long live Great Britain. I'm not sure I can follow that. Hello, I'm Sharon Evans and I'm the Head of Partnerships and Volunteering at ACAA and I would like to thank all of the volunteers who have made this amazing day possible. The people who give their time and who come because they have a passion to help all of you and to help you to integrate into British society. I'm always looking for volunteers, so please come to see me if you're interested in volunteering. But also our partnerships are very, very important because through our partnerships we're able to help many, many people. And the final word I'd like to say today is I would like us to thank that through our partnerships with the emergency services, we have the police, ambulance and fire brigade here today to show their support for this festival and their integration with our community. Thank you all. Have a wonderful day.
is our last speaker. We put her on the spot, but she's going to just say something on behalf of the police. And then we have a photograph. Good afternoon, everyone. I'm PC Khan from Hounslow Police Station, and I'm part of the Safer Neighbourhood team. I'm really, really grateful that we've been given this platform today on such a large scale to engage with the community and to find new opportunities where we can engage with you all and empower not just women, but loads of different sections of our community. So thank you so much for coming and thank you for having us. I look forward to all the events. Thank you. خب ما میخوایم یک شعر به یادم آمد و این شعر یک آهنگ است که میگن به کجا برم دلم را که هوایی داره. با خدا چه خوب خواندی؟ شما میفهمین یک آهنگ است که هیچ کنگی نداره، بسیار یک آهنگ مقبول و اگر بشنوین امتر گوش هایتان آیسته آیسته امتر لذت میبره و آرام میسازه و آن شما میفهمین که این آهنگ کی خوانده؟ بگوین که من هنرمند بخوایم که بسترسش کی است؟ این هنرمند عزیز ما، ستاره درخشان وطن ما در پهلوی ما است که امروز میخواید نطاقی کنه و ما میخوایم که پیش از اینکه برنامه رو پیش ببره یک آهنگ سرشان بخوانیم. چی گفتن؟ یک چک چک مقبول امتا. تشکر از توجه شما، زنده باشید. کسی که انانسری میکنه گرچه بیت نمیخونه خب تا همه کارهای ما فقط به خاطر خوشی شما هست تا شما عزیزان خوش و سر حال باشین. دانه دانه یک دانه میده گل ناستانه نرو از پیشم نکن مرا دیوانه سنم عاشق چشمانی تو هستم گروگانی تو هستم سنم عاشق چشمانی تو هستم گروگانی تو هستم توی نازم بدن توی شیری سخن توی سروی چمن توی دختی بدن چک دست بکار یک دانه میده گل ناستانه نرو از پیشم نکن مرا دیوانه سنم عاشق چشمانی تو هستم گروگانی تو هستم سنم عاشق چشمانی تو هستم گروگانی تو هستم توی نازان بدن توی شیری سخن توی سروی چمن توی یک دانه میده گل ناستانه نرو از پیشم نکن مرا دیوانه سنم عاشق چشمانی تو هستم گروگانی
سرم عاشق چشمان تو هستم گروان تو هستم توی نازات بدن توی شیری سخن توی سرو چمن توی دخت بدن سال برای تو عمل استی دیوان غزل استی عطرستی اصل استی تمام سال برای تو عمل استی تمام سال برای تو عمل استی دانه 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 یک دانه میده گل نازدانه نرو از پیشم نکن مرا دیوانه سرم عاشق چشمان تو هستم گروان تو هستم سرم عاشق چشمان تو هستم گروان تو هستم توی نازات بدن توی شیری سخن توی سرو چمن توی دخت بدن تشکر دوست عزیز بسیار زیاد تشکر دستای شما درد نکنه میگه در شهر تو هوای تو است و تو نیستی در شهر هوای تو است و تو نیستی آهنگ خنده های تو است و تو نیستی گفتن تا هنوز مرا یاد میکنی های گفتن تا هنوز مرا یاد میکنی آوازه وفای تو است و تو نیستی گنجشک ها فراق تو را چیغ میزنن گنجشک ها فراق تو را چیغ میزنن زیر درخت جای تو است و تو نیستی از بس پر است خاطرم از خاطرات تو از بس پر است خاطرم از خاطرات تو حتی صدای پای تو است و تو نیستی با خدا مرا در تشویش انداخته اید محمود جان میگن تو نیستی حالا ما بگیم که مقصدش از کی است کی رو میخواین که نیست کلشان هستن اگر اجازه شما باشه جوان بسیار زیاد عزیز و گرامی شخصا من هم دوستش دارم آهنگای بسیار زیبا خوانده آهنگای بسیار مقبول خوانده سنش جوان است نام خدا عقلش برابر سن سال من از اجمل زین خواهش میکنیم به با آهنگای مقبول خود مجلس فضا را بسیار شاد و پرکیف بسازه اجمل جان میگه که تو که تشویق زیاد نباشه من نمیم به افتخار اجمل جان زین و تیم همکارشان سلام و درود خدمت یک شما امیدوار هستم جور و صحتمند و سر حال باشید معذرت من را بپذیرید یکم که در ترافیک بند ماندیم یکم دیر شد اما خوشبختانه که امروز هوا بسیار خوش است هم هفته است و هم ابر است و هم هوا صاف کسی گرمی هم نمیکنه خنک هم نمیخوره انجوی هم میکنن من پرحرفی نمیکنم تشکری میکنم از کامنت صاحب از زینا جان دیگه نه فقط مستقیم میریم سر اجرا اگه اجازه شما باشه بخیر اجمل جان کف بسیار گرمی شما و ای اجمل جان زین سلامت رفتیم بخیر همگی نام خدا ماشاءالله ایارک جان مهربانت باشو به میده گله در وقت غمت سایه بانت باشو به میده گله من در غم تو سوزم تو خنده کنی ریزه گله به ناز میارم جانت باشو به میده گله ای میده گله مغلول دله با تو جانکم آسان مشکلم جانم ریزه گله مغلول دله میده گلم آواز دله میده گلم
لکم دردانه گل از نامردانه عهد لکم دردانه گل از نامردانه به نازمان رفیق را مهر و محبت داره عهد لکم دردانه بعضی میگن مستم دعای دوستی شب ببین نان و نمک میخورن پشت سر غیبت دارن عهد لکم دردارن همه این دستی بکن نام خدا شب 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 سلیمان جان نجیب جان تبین جان شبام برایم دل بسته هم بخوایم دستت بده به دستم تنها یاری تو هستم عزت شبام برایم دل بسته هم بخوایم دستت بده به دستم تنها یاری تو هستم تنها یاری تو هستم
کشم به دیواره ظالم جان از کجایی نقشت کشم به دیواره ظالم جان از کجایی ایزد بشوام خدا را یک بام و دو هواره ای دختر که چپ چپ زیگر بفهم کرونا داره ای بی بی روی آباده دانه دانه میباره سری روی جوانا ای نور خدا میباره میششم سر تیاره تیاره بالا داره میمانا را خورده ای چک چک درک نداره ای چک چک کنین عزیزان جوانا از میدان ای چوب و کاری میزنه ای میده میده خیرابان ای از دور دیدم تو را پر نور دیدم تو را آفت جانم شدی ای والا میگیرم تو را ای بلبل درون قفس هر جوان داره عوض با تو میگم تمین جان ای با تو میگم نجیب جان با تو میگم سلیمان همینجا میکنیم بس سلامت باشین یا قدر غنی وقت خوش اینا نوبت هم میدیم برای دوستان و یک دوست عزیز خانمی که برای شما عالمه کنسرت اجرا میکنه خانم به نام دلسا هست هنرمند بسیار عزیز ایرانی ما است شما امکان داره که در اکادمی گوگوش با چهرهش آشنا باشین در برنامه تلویزیون من و تو با چهرهش آشنا باشین خانم بسیار موفق نام خدا گیتار نواز بسیار عالی و من برای شما آهنگای چند میخوانم امیدوار هستم با کف زدن هایتان ذهن مقبول همه ما را زینت ببخشین و اونا هم افتخار کنه که در جمع شما هست به افتخار خانم دلسا. سلام به دوستان عزیز امیدوارم روز خیلی خوبی داشتین تا بهار من اسمم دلسا هست من ایرانی هستم فارسی زبان امروز میخوام از چند جای دنیا براتون موزیک اجرا بکنم
ممنونم. با افتخار همه دوستان خواهش میکنیم از تیمور جان شیدایی تشریف بیارن با تیم همکارایشان. قربانتان تشکر. ما هم به نوبه خود سلام تقدیم میکنم خدمت همه حاضرین. خدا کنه که چند لحظه و ما میباشن، خوش بگذره برشان. دیگه چیزی خاص گفتنی ندارم، وقتم کم. با کابل جان کنیم یا خط روانم، افغانستان شمالی تازه داره. چخشگاره همگی با کابل جان کنیم یا خط روانم، کابل جان شمالی تازه داره. شما رایی کنین آلیتانه، اما پروان جان هوای تازه داره. جدا گشتیم خدایا، افغانستان هوای تازه داره. غریب بی نوا گشتیم خدایا، ای شمالی جان شمال تازه داره. ای همه پیر و جوان دیوانه گشتن، مزار جان شمالی تازه داره. اما پیر و جوان دیوانه گشتن، امو هرمن جان هوای تازه داره. ننگاری جان ننگاری هار لغمان جان لوگری جان امو پکسیان جان شمال تازه داره. عجب شیر بچه های کاکه داره، عجب شیر بچه های کاکه داره. کجا هستی که آوالی نمیایا به هیچ هستی کسه یادی نمیایا. عریضه را میکنم با نشینای ترازی ما بدر باری نمیایا. او بی بی آقان او بی بی آقان او بی بی آقان او بی بی آقان. رخیتا بیگریدان چشمای نکریبان، رخیتا بیگریدان چشمای نکریبان. دست میکن چکچکه شمالی رفتن آی توی ساعت شمشم، دو چشمانی برا پشتای موشم. وقت گفتی که مایی نامی آیم، چو گندم بکا جان دروشم، چو گندم بکا جان دروشم. او بی بی آقان او بی بی آقان او بی بی آقان او بی بی آقان. رخیتا بیگریدان چشم